خب خانم دکتر من رو چیدم صدا اوکی یه صدایی میگید لطفا. صدای عالی. به نظرتون موضوع بعدی چی باشه؟ در مورد وسواس شپه‌ای صحبت کنیم. جالب شد اتفاقا یکی ما تو فامیل داریم همین جوریه دقیقا. 1 سال پیش شپش گرفت بعد وسواس خیلی شدید بعدش گرفت یعنی اون رفت شد. دقیقاً. با سختی بود ولی رفت شد. دقیقاً. ولی حالا همش میترسه تا سرش میخواد آی من سرم پاره دقیقاً بیمارایی داریم که اصلا توهم اینو دارن رو سرم خانم دکتر داره یه چیزی راه میره، به خدا رو سر من داره یه چیزی راه میره، هرچی معاینه میکنم هیچی نیست. من هفته یه بار همه نمیدونم ملافه رو میشورم، روی کاناپه ها رو همه رو بخار شور میزنم، خودم این شامپو رو زدم اون شامپو رو زدم، کوتاه کردم رنگ کردم و واقعا چیزی وجود نداره. فقط این فکر بیماره که به خاطر حساسیت و این تابویی که توی هست که حالا شپش چیه، به خاطر این مریض حساس شده و قبولم نمیکنه که بیماریه که خیلی راحت درمان میشه. این همه اذیت کردن و وسواس زیادی لازم نداره.